هلو دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. اینجا چنل نینجا لایف، منم عقیلم. اومدم بهتون یاد بدم چجوری باید باس فلسترایک، باسی که براتون فلسترایک دراپ میکنه رو باگ کنین و دوبار هر ران بزنینش. و اونایی که نمیدونن هم که یاد بدم چجوری برین این دایره رو بگیرین. خب تو ویدیوهای قبل بهتون توضیح دادم که این دایره به چه دردی میخوره. پس الان بریم که لوکیشن و اینا رو بهتون توضیح بدم با چیکار بکنید چیکار نکنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. ایکس ترویزی هم من تو استریماش دیدم کلا 90% تایما یه و یه انگوشتی کوچیکم به گاه رفته داره درد کنه. نمیدونم چشم کسکش. آره ما هم یه دونه چیز داشتیم همینجوری شد مرد. ولی چقدر دوتا با دیگه میشه زد. البته دیگه هم دیگه 4 3 2 1 یه پارادین لول 40 هم داره تو اکانت دارم به در بعد فکر کن دیشب اصلا چه وضعیتی بود. کامنت اول دراپ شد، همه خوشحال این ور اون ور گفتیم الان سطحی میره 60 گیرم. بعد فلیر دراپ شد، چیز اسکیل دراپ شد، باشه ریده بودیم تو خودمون وقتی اسکیل دراپ شد. آره بعد اسکیل که دراپ شد گفتم الان فلیرم دراپ میشه. رفتیم فلیرم دراپ شد، رفتیم سر میرون گفتم الان چیزم دراپ میشه. اون
یارو اسمش چیه؟ فینگرش دراب شد. نمیدونم هولیون همچین چیزایی. بعد ببین تازه بگاه رفتم. ببین هولیون یارو فینگر میمیرون دراب شد، تازه فیت کستری یه چیز هم دراب شد، یوکسارون. من فیت کستریش دراب شد، من یه دونه 10 زدم، بعد یهو دیدم یه شمنی داد اسکی من چیز من بیده من زد. من زدم چیز، من زدم دمون زد 11، من زدم 11 زد 12 لیدر من پیام داد، لیدر پیام داد گفت که چیز چرا پس کردی؟ گفتم داره فیک بیت میزنی یارو. یعنی تو پس کردم یارو داشتم تحت بودم ما ریجی داره یه بود فینگر میمیرون رو گذاشت، یکی زد 10، یکی زد 15، یکی زد 30 زد به من گیر داد که چرا سر فینگر بیت نمیزنی؟ یه رفت تو پاچم، بعدم رفت تو پاچم. ولی فکر کن با این همه آیتم پاچ 260. یه دونه فلیر میفته پات انقدر این هم سیت بیفته. باید تو الگو باشی یارو دست یاره دست داره خود رشته سرم هم نه. چی شده بود؟ آخه من بودم تو اون ریده بابا، 6 بار اون یارو تو رو تارگت کرده، 9 بار یا 6 بار نیدم. آره واقعا میگن خودت چرا شدی که الان به اینا گیر میدی؟ کلا 11 تا رو انداخت رو تو، 9 تا رو انداخت رو تو. پشمام پشمام. میخواست تو رو امسی کنه دیگه، میخواست تو رو. ای چرا آیس شدم؟